خبرهای اقتصادی امروز 12 دکتر در پیام تیوی. بانک آسیایی رشد یک گرانت 50 میلیون دلاری را برای کمک به حکومت تاجیکستان در بهبود ثبات بخش بانکی، رشد بخش مالی غیر بانکی و تحکیم مدیریت مالی تصویب کرده است. به گفته دفتر بانک آسیایی رشد در دوشنبه، این گرانت در اساس برنامه بهبودی بخش مالیه و مدیریت بودجه و اصلاحات در ساحه بانک می باشد. اصلاحات کلیدی از بهبودی ثبات بخش بانکی و اعتماد مردم به نظام مالی توسط تحکیم فاند سقراطی پسندازها برای افراد واقعی، توسعه ظرفیت بانک ملی تاجیکستان برای نظارت و اداره ثبات مالی و تقویت نظارت بانکی عبارت است. اصلاحات همچنین تکمیل ساحه سقراطی و رشد بازار داخلی کاغذهای قیمتناک و مالیه اسلامی را در بر میگیرد. بانک آسیایی رشد این کمک خود را با دیگر شریکان رشد هماهنگ کرده است تا تشبس‌های دیگر سوبیکت‌های رشد را پررنگ کنند و استواری اصلاحات را تامین کنند. از زمان عضویت تاجیکستان به بانک آسیایی رشد در سال 1998 این بانک به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار کمک، از جمله بیش از 1 میلیارد و 900 میلیون دلار کمک بی بازگشت ارائه کرده است. چارواداری در تاجیکستان از نگاه استحصال محصولات بعد رستنی پروری در جای دوم ایستاده در نواحی کوهی منبع اساسی درآمد به شمار می رود. در تاجیکستان زیاده از 2.5 میلیون سر چاروای کلان و زیاده از 6 میلیون سر چاروای میده موجود است. در این باره مقامدار وزارت کشاورزی تاجیکستان در صحبت با خاور اطلاع داده گفته است که از این شماره 93% چاروای کلان و 83% چاروای میده به بخش خصوصی راست می آید. با تکیه به معلومات آماری توضیح داده شده است که به حالت 1 نوامبر سال روان در همه شکل‌های خواجگیداری جمهوری از 2,507,000 سر چاروای کلان از جمله 1,301,000 سرش ماده‌گاو می باشد. اینچنین اطلاع داده شده است که به حالت ماه آخر تیر ماه در تاجیکستان 6,262,000 سر گوسفند و بز نگهداری می شوند. تعداد اسب در جمهوری 85,000 سر ارزیابی می شود. مقامدار کشاورزی میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته سرشمار چاروای کلان 102,000 سر، از جمله ماده‌گاو 50,000 سر، گوسفند و بز 258,000 سر، اسب 1,060 سر زیاد شده است. ذکر شده است که چارواداری اهالی را با گوشت و شیر، روغن و صناعت را با اشیاء خام، پوست، پشم، پوست قراقلی، تیبیت و غیره تامین میکند. دوام 3 سال آخر در تاجیکستان به 7,000 شهروند اجازه داده شده است که مستقلانه به استخراج طلای و کندنی‌های فایده‌ناک مشغول شوند. در این باره وزارت مالیه تاجیکستان نهاد مسئول دادن اجازتنامه‌ها به شهروندان کشور برای زرشویی خبر می‌دهد. تاکید شده است که همچنین در منطقه‌های کشور نزدیک 30 نقطه خرید طلا تشکیل کرده شده است که از شهروندان به محدودیت طلای یافته‌اشان را می‌خرد. مورد به ذکر است که رئیس جمهور تاجیکستان قاعده‌های دادن اجازت به شخصان واقعی برای استخراج کندنی‌های فایده‌ناک با اصول خودفعالی و خودبیاری را ماه نوامبر سال 2019 امضا کرده بود. همین طریق حکومت تاجیکستان به شهروندان اجازت داد که با گرفتن اجازتنامه از وزارت مالیه مستقلانه متال‌های رنگه و قیمت‌بها، سنگ‌های قیمت‌بها و نیم قیمت‌بها استخراج کنند. سریداره گئولوژی تاجیک اعلان داشت که 10 قطعه را مشخص کرده است که در آن شهروندان می توانند به زرشویی مشغول شوند. از جمله چنین منطقه ها در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچای کوهی، مومن آباد و مرغاب مشخص شده اند. نرخ ارز: بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 12 دکتر اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 16 سامانه رسا است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1020 سامانه و 72 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1076 سامانه و 35 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا: بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک های لندن 1796 دلار و 66 سنت معامله شد.
نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه های لندن $76 و 63 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه های نیویورک $71 و 62 سنت معامله شد.